اگه از هم بپرسن بدترین و فجیح‌ترین خیانت تاریخ چیه، میگم خیانت والدین به فرزندشون. چرا؟ میشه دوستی خال خرسه. چرا؟ چون که هنوز خودت به اون درک و بلوغ از زندگی نرسیدی، ولی میری بچه دار میشی. حالا بچه دار شدی، مسئولیتش رو باید بپذیری. چرا میخوای به اجبار بچه‌تو توی قفس نگه داری؟ چرا نمیخوای سلایقش رو بپذیری؟ چرا میخوای هرچی خودت نشدی رو اون بشه؟ این درست نیست. تو این وضعیت بد، اگه شرایط مالیت هم حتی بده، از روحی و عاطفی بچه‌تو ساپورت بکنی. بگی فلان کارو میخوام انجام بدم، بابا بگی اوکی من هستم، من کنارتم. بچه که به دنیا میاری یه رباته که میتونیم بهش یه برنامه بدیم، اونم همون برنامه رو طبق چیزایی که شما واسش تعیین کردی انجام بده. نه، اینجوری نیست. بچه شما هم یک انسان مستقله که حق زندگی کردن داره. بس تنها کاری که میتونیم براش انجام بدیم و مهمترین کار اینه که همراهش